آی مردم نانی خوردن نداری، آردی خوردن نداری، برق نداری، وضعیت بزبای در حالت وزمینی با 1,015,000 13,000 بران عبدالرزیق ترا چی؟ مادرت گرسنه ای در تاجیکستان زن و فرزند در حالت وزمین قرار داره، تاساس قضیه بران نقل کرده است، قضیه عبدالرزیق. ای قضیه عبدالرزیق بران برای من ترا چی فایده ای؟ یگان سمود نرسه برای مادر پیرت، برای پدر پیرت، برای عائلت یگان فایده داره قضیه بران عبدالرزیق. هر وقتی که یک مصیبت بالای این ملت میاره رحمانوف، وقتی میبینه که وضعیتش بزب شد، در قضیه نمیدونم پیش از انتخابات بود وضعیت بزب بود، آوردن سوره قاسم یک مردک 30 چند ساله را گرفته است. گفت هم مردک کار میکنه که دغدغش در سری که سوره قاسم و کیف گشته است با بچه 30 چند ساله. برای من تو چی فایده داره قضیه شوهرکنی سوره قاسم و برای من تو قضیه بران چی فرق داره قطع عبدالرزیق؟ خیلی نه ایش فریب کرد، ایش فریب نکرد. بعد برای من تو چی؟ تو در قضیه ملت، در قضیه مادر و پدرت باید فکر کنه. هر شهروند فکر کنه که مادر پیری من در کدام حالت قرار دارد، فکر کنه پدر من در کدام حالت قرار دارد، فکر کنه بستگان من، همسر و فرزندان من در کدام حالت قرار دارد. فرزندش در مکتب میخونه 10 تپک بگی بیار، وقتی که بخوای گپ زنی حتی خوین شده. هر چی قدر که ما صبر کنیم قضیه بران و قضیه شکنی سوره قاسمه و قضیه فلانی را گوش کنه، ما در همین وضعیت قرار میگیره میریم. مردم مرده استن، در فکر بران گپ زده استن. جان مصطفی 76 ساله زیر خطر، جان مردم مظلوم در زندان ها زیر خطر، ولی رسانه ها مرگ با اخر رسانه ای که قضیه بران میبردارن، قضیه مصطفی 76 ساله توجیه نمیبردارن. تو پدر نداری آی رسانه دار، آی رسانه دار، تمام رسانه ها، شما اگر مسلمان هستید نیستید کار ندارم با دین شما شرف ناموس دارید، شما اعتقاد دارید که من یک انسانم، تو که از محنت دیگران بغمی نشاید که نامد نیهند آدمی. هفته زندانیان مظلوم، هفته زندانیان پیرمرده که بردن داخلی کارشون کردن برای دادخواهی، تمام رسانه باید اینها را در خودش درج میکرد، نشر میکرد. خاصا قضیه برانه برداشته هستند، تو معروف ترین رسانه های داخلی تاجیکستان.